دوستان سلام، کارشناس تربیت بدنی هستم. این بار میخوام راجع به آسیب‌های حرکت پرس پا به همراه دوست عزیزمون آقا حامد مربی عزیز با هم چک بکنیم. چندین نکته داره، شروع میکنیم دونه دونه میگیم، با ما همراه باشید. اگر مفید بود سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن و بفرست برای دوستات. نکته اول تمپو یا آهنگ حرکتی این حرکته. یعنی چی؟ ما میگیم تمپو 1-2. شما 1 ثانیه بیا بالا، 2 ثانیه پایین. زمان تحت تنش بده بهش، سریع رهاش نکن، از جاذبه کمک نگیر، بذار زمان داشته باشه که عضله تحت انقباض باشه. پس این شد تمپو. نکته دوم، دامنه پایین این حرکت شما انقدری میای پایین که لگنت بلند نشه از روی صندلی. اگر لگن شما بلند بشه، ستون فقرات فلکشن میگیره، خم میشه و دیسک تو آسیب میبینه. بنابراین انقدری پایین بیا که عضله باسن شما و استخوان لگن شما روی صندلی بمونه. نکته سوم در دامنه حرکتی بالا که خیلی مهمه، دوستان من دیدم زانو رو اینجوری صاف میکنن. این افتضاحه. هر چقدر میخوای عضله داشته باشه، این ممکنه برگرده زانوت. این یه آسیبش میتونه باشه. آسیب دوم، زمانی که زانو رو صاف میکنی، حامد جون زانو رو صاف کن، اینجا مینیسک تو درگیره. آیا میخوای 4 سر تو تقویت کنی یا میخوای آسیب بزنی به مینیسک؟ پس ما چیکار میکنیم؟ انقدری میایم بالا که زانو صاف نشه. آقا حامد تا اینجا میاد، پایین هم انقدری میره پایین که لگنش از روی صندلی بلند نشه. پس این هم شد دامنه حرکتی پایین و بالا. وزن‌ها هم نیازی نیست سنگین بندازی. شما تمپو آهنگ حرکتی رو رعایت کن، این دامنه حرکتی ها رو رعایت کن. بسیار درگیری عضله بالاست. و نکته بعدی، شما زمانی که زانو رو صاف نمی‌کنی بلافاصله برمیگردی، عضله 4 سر شما کلا تو انقباض میمونه. اما زمانی که زانو رو صاف میکنی، هم استراحت میدی به 4 سرت، هم آسیب داری میزنی. پس 2 تا خروجی منفی داری. این هم از این. حالا من از دوستان راجع به تنوع تمرینی این حرکت با ما صحبت کرده بودم بهتون بگم. بعضی دوستان اختلاف قدرت دارن بین 2 پا. اینا میتونن ایزوله بزنن حرکت رو. یعنی چی؟ به صورت تک پا. حامد جون 3 تا تکرار تک پا انجام بده. زمانی که تک پا میزنی اینطوری مایل میزنی، به پهن خارجی 4 سر و سرینی شما فشار میاد و تحت تنشه. میتونی به صورت روبرو هم بزنی. حامد جون به صورت روبرو بزن. حتما گیره ها رو تنظیم میکنی، بعد پوزیشن تو تغییر میدی که خدای نکرده صفحه رو شما بر نگرده. به این صورت تمام نکاتی که روی حرکت کامپاند 2 تا پا گفتم، روی این حالت ایزوله تک پا هم رعایت میکنی که 2 تا پا تو به تقارن برسونی و به بهترین شکل تحت تنش رو توی عضلاتت داشته باشی. این هم بود حالا حرکت شناسی و آسیب شناسی حرکت پرس پا. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم حتما روشن کن. مرسی.